پلیس سوخت با پخش یک مراجعتنامه از ساکنان خواهش کرد در صورت دغل رفتاری ناظران راه با آنها توسط تلفن باوری مستقیما به مسئولان این نهاد زنگ زنند. ساکنان از مناسبت ناخوب و رشوه‌خواری پلیس رهبان زیاد شکایت میکنند و این اقدام پلیس به خاطر اصلاح کار پلیس رهبان روی دست گرفته شده است. پلیس از ساکنان و رانندگان خواهش دارد هنگام حرکت احتیاطکار باشند و در صورت دچار شدن به دغل رفتاری کارمندان بی‌خطری دولتی اتومبیلی و مناسبت غیرقانونی آنها به تلفن باوری پلیس 62222 زنگ زنند. اکبر شریفов سخنگوی ریاست کارهای داخلی سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت برنامه هم با تمام اشتراکچیان حرکت رو داخل و همچنین با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در وقت خدمت با شهروندان خوشمعامله باشند، در دوره قانون‌ها فعالیت کنند. بنا به اطلاع پلیس سوخت سالهای آخر میزان صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های منطقه شمالی تاجیکستان همانا بلند باقی مانده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت اخیراً وقت در جمع روزنامه‌نگاران از پستروی میزان جنایتکاری‌ها در ولایت سوخت در 5 سال آخر صحبت می‌کرد. گفت پلیس به این با یاری و همکاری مردم دست یافته است. او افزود ما در هر برآمد میگفتم که حقوق و منفعت‌های پایمال گردیده شهروندان را مقامات کارهای داخلی باید برقرار کنند، حفظ کنند. آن چیزی وقتی نتیجه نظر است که رسیدیم ما در یک جایگی با مردم، با فعالان. او تاکید کرد رقم تلفن باوری پلیس به همه دسترس است و ساکنان می توانند نه تنها در صورت روبرو شدن به بدرفتاری ناظران راه بلکه با همه سؤال و پیشنهادهای خود جهت حفظ ترتیبات و تأمین فضای زندگی آرام و آسایشته به مقامات پلیس زنگ زنند.